این کشک محصوله کار این خواهر عزیز من. زحمت کشیده، شیر گاو دوشیده، بعد مایه زده، ماستش کرده، ماستش رو ریخته تو مشک و دو، کرش رو در آورده، بعد دوغ و پخته این کشکای قشنگ و خوشمزه رو ازش به دست آورده. درسته؟ اینا چقدر طول میکشه تا خوش بشه؟ 3 روز 4 روز. بعد اینا رو برای مصرف خودتون آماده میکنی یا برای فروش؟ نه فروش نه. اینا برای مصرف خودتون؟ داشتی زیادی هم فروش. بله. یعنی شما فصل تابستون اینا رو آماده میکنین برای بله فصل تابستون زحمت میکشن اینا رو آماده میکنن، زمستون دیگه دارن خیالشون راحته ازش استفاده میکنن تا سال آینده که دوباره بخوان اینا رو آماده بکنن. یا پلاستیک بیا تازه دست شما خیلی ممنون، دستتون در نکنه. اون چیه ببین؟ هم خیگه. ببینین چقدر قشنگه. فقط توش چیه ببین؟ هیچی توش نیست. اینو باید توش روغن حیوان. بله ببینین این خیگو خودتون درست میکنین دیگه. این خیگیه که بسیار نرم و خیلی هم قشنگه. در عین حال روغن حیوانی که جمع میشه میریزن توی این و این روغن حیوانی رو این تو سالم نگهداری میکنن، هر وقت بخوان در میارن و استفاده میکنن. درسته بیبی؟ به. هم قشنگه، همین که روغنی خیلی خوشمزه بود. بله میگن روغن توی خیلی خوشمزه میشه. باید هم بشه. میره سر جای اصلیش. درسته؟ دست شما درد نکنه. دیگه چی دارین اینجا بیبی؟ بزگل دیدی؟ این ظرف رو گذاشتن اینجا بیبی. اینو میخوان الان بزاشون که از صحرا برگشت بدوشن. میخوام حالا دوشیدن شیر بزاشونم به شما نشون بدیم. بیبی هر وقت خواستم بزا اومد خواستی بدوشی منو صدا کن تا بیام پیش. حالا اومدیم اینجا بیبی میخواد برامون این شیر این بزا رو بدوشی. بیبی خسته نباشی. سلامت باشی. بدوش ببینم چقدر شیر میدوشی. ماشاءالله. ببینین زحمت خانوم های اینجا خیلی زیاده. از صبح تا شب دوش مردان اینجا زحمت میکشن، کار میکنن، هنرهای دستی فراوانی دارن و این کارها هم یکی از کارهای اصلی خانوم هاست. خب رفت یکی یکی به نوبت. بله اینا همه رو باید دوشن. بله یعنی یکی یکی بگیرم بیارین چون یا نیه دوشی؟ چرا؟ یا نداره. نداره یا نداره ولش کن. بیشتریه ولش کن. یا بلد نیستم باید چیکار کنم؟ بیا جوری گریز. خب مثلا اینو با جوری بگه. خب گلبانی تا بیا به جورس گمش کرد. فشارش بده یا فشار بده یا پایین. گلبانی یه سختیش میکنه. کار هر باز نیست خرمن کوفتن، کار ما نیست. بیبی باید این کار رو انجام بده. ماشاءالله شیره. این هم